نمیروم. دیگر روز بیایی؟ آها دیر نبینم بهت. در اینجا چی گپ است؟ چی شد؟ درش همین کس. همین کس. از شما میپرسم در اینجا چی گپ است؟ بگیر. نفهمیدم این کیست؟ کی میشد؟ نبیره. بگیر. موی سفید، تو مگر عقلت را خورده ای؟ پاسبان، اینها را بگیر از اینجا بیرون. بیایید رفتیم اما برای پدر جان خواهش میکنم رفته التماس. در این کودکی تو را کی پدری میکند؟ به این هم در تمامی محله شرمسار کرده. پسرت کجاست؟ گو بیاید اقلا یک لحظه روی پسرش رو ببیند. ما گیر ما گیر. من نمیفهمم شما برای چی اینجا آمدید؟ از من چی میخواهید؟ با تو پسرت میخواهیم گپ زنم. من آدمی زرکارم، نمیتوانم با هر نفری که به پسری من چسبیده است صحبت کنم. میچسبیدگی ها باشند زیادن، میچسبند و حالا خدا میداند که دختری تو این بدزاد را از کجا برداشتن. پاسبان، اینها را از اینجا دفع کن. رفته پدر جان. مگر اشتایی چشمانی دختری من یک دقیقه وقتی شما را گرفتن نمیتوانم. بر وقت‌تر فکر میکردی. دخترت را باید تربیت میدادی تا از پس همه کشاله شده نگردد. من نه به عشقی وی، نه به این کودک و نه به تهمت‌های تو باور نمی کنم. حالا که من به تو پول میدهم گیرو از اینجا دفع شو. تو چی خیال میکنی که پول برای تو همینقدر بزرگ و مقدس است؟ میتوانی تمامی چیزهای عالم را با پول بخری، برای فرزندت خوشبختی بخری، اما درد و علم را چکار میکنی؟ شرمندگی را چی؟ غضب و نفرت را چی خواهی کرد؟ من برای فرزندم همه چی را میخرم. این طور که باشد پولت را بگیر. پولهایت برای تو لازم میشن. رفتیم.